این دختر میتونست آینده رو ببینه. یه روز موقع رد شدن از خیابون متوجه یه زوج شد. بدون اینکه وقت رو تلف کنه دفتر طراحیشو درآورد. چشماشو بست و شروع کرد به نقاشی کشیدن. دستش با سرعت عجیبی حرکت میکرد. انگار یه نیروی نامرئی داشت کنترلش میکرد. چند لحظه بعد رفت سمت مرد. نقاشی رو داد بهش و بدون هیچ حرفی رفت. وقتی به کاغذ نگاه کردن از تعجب خشکشون زد. نقاشی نشون میداد که مرد توی تصادف وحشتناک میمیره. همون لحظه یه میله فولادی از آسمون افتاد و خورد به مرد و ناکارش کرد. همه چیز دقیقاً مثل نقاشی شد. این ماجرا توجه پلیس رو به خودش جلب کرد. مامورا رفتن دنبال دختره. پیداش کردن و موقع بازجویی رازش رو لو داد و گفت که میتونه آینده رو ببینه. کاراگاه آنا باورش نمیشد. اما همون موقع یه تصویر دیگه به دختر الهام شد. اون یه خرابی وحشتناک دید. همه جا پر از جنازه بود و مردم بر اثر انفجار پرت میشدن هوا. وسط اون بلبشو چشمش به یه تابلو افتاد که لوکیشن اونجا رو نشون میداد. به خودش اومد و دید همه چیز رو به آنا گفته. آنا و تیمش با استفاده از اون تابلو که دختر دیده بود اونجا رو پیدا کردن و رسیدن به یه پارکینگ زیرزمینی. اونجا یه روکش بزرگ و کنار زدن و زیرش یه ماشین پر از مواد منفجره پیدا کردن. به خاطر این دختر جلوی یه فاجعه بزرگ گرفته شد. روز بعد دختر سوار اتوبوس شد. یه صدای عجیبی شنید. سریع دفترشو در آورد و شروع کرد به کشیدن. با دقت به مسافران نگاه کرد و چشماش روی یه مرد قفل شد. همون مردی بود که داشت نقاشیشو میکشید. وقتی طراحیش تموم شد و سرش آورد بالا مرد رفته بود. دختر سریع اتوبوسو نگه داشت و دنبالش دوید، ولی اون تو شلوغی جمعیت گم شده بود. دختر فوراً به آنا زنگ زد و ازش خواست که همدیگه رو ببینن. وقتی آنا رسید دختر یه نقاشی دیگه بهش نشون داد. این بار جنازه هایی رو نشون داد که همه جا پخش شده بودن. آدمایی که شدیداً زخمی شده بودن و جونهای زیادی تو خطر بود.